خب حالا دوباره ذکر قزوینی شد. آدم یعنی دروغا اینو که میشنوه واقعا آدم تعجب میکنه. با یک قیافه‌ای، با یک یعنی لحن عقب جانبی دروغ میگه. یکی از دروغایی که همین روز پنجشنبه در ضمن همین قضیه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه یک دروغی گفت که واقعا خیلی جالبه. دوستان عزیز اگر که این رو، البته قضیه چیز بود که چرا اهل سنت مسجد ندارن و گفت که آقای خمینی و خامنه‌ای مصلحت نمیدونن که در تهران اهل سنت مسجد داشته باشه. اینو گوش کنید. میبینیم که در تهران و بعضی شهرهای بزرگ دیگه ایران اهل سنت اصلا مسجدی ندارن و نمونه مثال در همین جمعه گذشته در تهران از جماعت اهل سنت ممانعت شد. آیا میبینیم که محبت شما نسبت به اهل سنت خیلی کم است، بالعکس و نصارا و با یهود و با مجوسی زردشتی بیشتر میباشد؟ آیا علت این چیه؟ آیا شما اهل سنت را اسلام و مومن میشمارید یا خیر؟ بارها زمان امام رضوان الله تعالی از ایشون خواستن، ایشون گفت صلاح نیست. از رهبری خواستن مسجد درست کنن، ایشون گفت صلاح نیست. بله، رهبری هم گفته صلاح نیست، خمینی هم گفته صلاح نیست. بعد از این بیننده در مورد مساجد شیعیان در سعودی صحبت میکنه. ببینید که در این مورد چه پاسخ میده. ما ببینید در مدینه شریف بزرگترین مسجد جامع اهل شیعه هست، اهل تشیع. دروغ محضه. هر کس میگه دروغ میگه. ما در مدینه، ببین عزیز من، در مدینه دیگه من حداقل نزدیک بیش از 20 مورد رفتم مدینه. در باغ جناب آقای امری، در داخل باغ 2 حسینیه مردانه زنانه درست کردن. مسجدی نداره شیعه در مدینه اصلا و ابدا. بله. هر کس به شما گزارش داده بنده قاطعانه تکذیب میکنم. بنده خودم عرض کردم نزدیک 20 بار رفتم. هر دفعه هم رفتیم خدمت مرحوم جناب آقای امری رفتیم. آقازاده‌شون هم میاد اینجا. یکی از جاهایی که وارد میشه منزل بنده وارد میشه به سر ایشون و اونش هم 1001 محدودیت دارن اونجا. آقای غلامفاروق، ما الان شیعیان در مکه، در ریاض که پایتخت عربستان هست مگه یک مسجد دارن؟ شما ببینید در مدینه شریف من خودم نه شما جواب بدید. اونجا هست. شما جواب بدید. الان مگه ما در ریاض نظر شما ببینید درست او گپ اونجا نبرید. شما از اینجا ببینید آیا در تهران، در خود تهران که مرکز ایران است، آقای غلامفاروق شما برید یه تأملی بکنید. اگر که هر وقتی که در ریاض عربستان، در مکه، در مدینه برای شیعیان مسجدی بنا شد، اون موقع میام صحبت میکنیم در این که در تهران هم برای عزیزان اهل سنت مسجدی بنا بشه. بله، من اصلا تعجب میکنم. قضاوت رو میذارم با شما بینندگان عزیز و گرامی که خودتون در مورد این شخص قضاوت بکنید که یعنی انسان چرا باید تا به این اندازه سعی کنه که دروغ بگه و سیاه نمایی بکنه. بله دوستان عزیز، اینو صدا و تصویرش رو داشته باشن. اینجا مسجد شیعیان در شهر مدینه است. در ایام حج این مسجد مأمن شیعیانی است که از سراسر دنیا به حج آمدند. من یک نکته رو اینجا اشاره بکنم. گفت که دروغه، هر کی گفته دروغه. جناب آقای قزوینی، پس دروغگو رئیس صدا و سیمای شماست که اینو پخش کردن. دروغگو کسی است که به اصطلاح در رأس صدا و سیما وجود داره و همونطوری که می‌بینید صدا و سیما ارگانی است که کلاً جدا از دولت و در زیر نظر مستقیم ولی فقیه جناب آقای خامنه‌ای است. پس ایشون دروغ می‌فرمایند با
کمال معذرت. ادامه رو ببینید. سلام و صلوات بر پیامبر و خاندانش فضا را معطر کرده است. شیعیان عربستان مزین است. این پیرمرد الهی بله، این نمونه ای از تصاویری که از این مسجد خودشون پخش کرده بودن. حالا اگر دروغگو هست صدا و سیمای خودتون دروغ میگه. ثانیاً در همین منطقه عوالی و قبا در مدینه، کسایی که در مدینه حضور دارن میدونن که 10 مسجد دارن، نه یک مسجد. 10 مسجد دارن، نه یک مسجد. و اینو تاکید میکنم، آقای قزوینی ما رو میشناسه که ما چطور میتونیم مدرک و سند بیاریم و پخش بکنیم از دروغایی که ایشون میگن. اما اینکه چرا در ریاض مسجد ندارن، که این مجری محترمشون به خاطر اینکه جمع جور بکنه برنامه رو میگه چرا در ریاض. شما اول ثابت بکنید که در ریاض شیعه دارند، بعد از اون بیایید مسجد دعوا بکنید. میگه طرف رو به روستا راه نمیدادن، گفت من اسبمو تو خونه ارباب میبندم. در ریاض اگر که شیعه وجود داره و نخواستن که مسجد بسازن، این از بیورزگی خودشونه، چون که در هیچ شهر عربستان سعودی خالی از حسینیه و مسجد برای شیعیان نیست. در جده دارن، در مکه دارن، در مدینه دارن، در احسا، در قطیف، در دمام، در مناطقی که اکثریت هستن یا اقلیت بزرگی هستن در اونجا، مثلا در مناطق قطیف، الحفوف، الاحسا، در این مناطق اکثریت هستند. در دمام چیزی میشه گفت حدود 30-40% هستند، در خبر و دمام این مناطق. در همه این شهرها مساجد بزرگی دارن و من برای نمونه قبل از برنامه، چند دقیقه قبل از برنامه، سریعا همینطور سرچ زدم، در عربی بنویسید مساجد شیعه فی السعودیه، با کیبورد عربی بنویسید در آیت الله گوگل، براتون میاره همه این تصاویر رو. من تصاویری رو خدمتتون نشون بدم. این مسجد عمری است در مدینه. میگه که حالا یک گوشه ای از باغ خودش رو باغ ایشون رو شما برید ببینید، باغی است که اونجا شما میتونید 10 تا 20 تا آپارتمان بزنید. یک منطقه وسیعی است. اکثر مناطقی که شیعه زندگی میکنن در مدینه مناطقی است که عبارت است از نخلستان ها و در کنار این نخلستان ها خونهشون هست و به اصطلاح مسجد و حسینیهشون هم اونجاست و به نخابلم مشهور هستن و فامیلیاشون فلان النخلی، که میگن که این اشاره به این است که به اصطلاح اینا در نخلستان ها کار میکردن. این از این یکی از حسینیه های شهر الاحسا هست در منطقه شرق عربستان سعودی. دوستان عزیز نشون بدن الاحسا. تشکر میکنم. این حسینیه بو حلیقه هست یا بو علیفه هست، نمیدونم، در منطقه شرقیه عربستان هست. این یکی از آخونداشون که داره نوحه میخونه در اینجا. این حسینیه است که در دمام دارن. تشکر از دوستان عزیز. این مسجدی که در شهر خبر دارن، در وسط شهر خبر، در شهر الخبر. تشکر از دوستان. این مسجد الربیعه، این پرچم سیاهشون هم در منطقه شرقیه عربستان سعودی است. دوستان میبینن پرچم سیاهشون رو در اینجا. این مسجد بوخمیس هست، در یکی از شهرستان‌های شرقی است، در الحفوف. این مسجدشون هست در اونجا.
تشکر از دوستان عزیز. این تصویر یکی از مساجد دمام است. این آقام فکر کنم حسن صفار است، روحانی سیاسی مذهبی شیعه در شرقیه. تشکر از دوستان عزیز. این یکی از مساجد احسا هست، الاحسا، مسجد عباس بهش میگن. یکی از مساجد مجلل این شهر هست. در اینجا 3 وقت نمازشون رو برگزار میکنن و بقیه شرکیاتی که دارن در موقع عزاداری. یکی از مساجد بزرگ دوستان، یک لحظه من ببینم که این مسجد در کجا هست. این مسجد قطیف است، در شهر قطیف، یکی از شهرهای شیعه نشین عربستان که گاهی اوقات اخباری هم در مورد درگیری‌های این شهر میشنوید. این یکی از مساجد مجللی است که در این شهر دارن. اینم شعارشون که در دیوار مسجد زده. در همه شهرهای که اکثریت شیعه یا حداقل 20-40% شیعه دارن، مساجد مجلل و بزرگی دارن. در مدینه 10 مسجد دارن و ما میتونیم اینو ثابت بکنیم. و البته مسجد به این معنی نیست که مثلا بیان مثل مساجد اهل سنت، چون این عرضه رو ندارن. این به اصطلاح در اکثرا ببینید فساد اخلاقی و مشکلاتی که حتی مشکلات امنی که ایجاد میشه در مدینه سبب شیعیان مدینه هستن. اینو یعنی کسانی که در مدینه زندگی کردن حتما اطلاع دارن و کسی مانع از ساختن مسجد برای اونا نشده. و این حسینیه هم که اینقدر مجلل امری درست کرده فقط به خاطر خالی کردن جیب زائران ایرانی است. در اینجا میان ما مظلوم هستیم، ما چیزی نداریم و زائران اونجا کمک میکنن و پول میریزن و بعد شما برید در مناطق مرکزی اطراف حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، تقریبا طرف قبله مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، در اینجا هتل های 5 ستاره‌ای که از آقای امری هست و از پسرش پول زائرای ایرانی رو اونجا به نام کمک به شیعیان مدینه میدزدن و برای خودشون هتل های 5 ستاره درست میکنن و همین هتل های 5 ستاره رو سالانه بعثه حج جمهوری اسلامی ایران برای زائرای ایرانی باشون عقد میکنه در طول سال و خیلی از زائرا در این هتل ها سکونت داده میشن. این یک دروغی بود که دوست عزیزمون آقای یوسف دوباره ما رو به یاد دروغای قزوینی انداختن.